تو مسلمانی؟ آیا می دانستی جایگاه الله و بنده اش ایمان و عملهای صالح، بیان کفر و شرک، این همه در یک نوار روزهای نزدیک در شبکه حکمت. تورات، زبور، انجیل، قرآن. هدف نازل این صحیفه ها و کتاب ها تنها دو مطلب است: جایگاه خدا و جایگاه بنده. پیروی تنها از کتاب قرآن کریم کفایه و درست است. نام مذهب مسلمانان اسلام است. اسلام این را می آموزد که الله یگانه است و فقط او شایسته و سزاوار بندگی است. دین اسلام دین است که کامل و جهانی است. سجده یا رکوع کردن برای یک انسان، یا طواف و سجده قبری یک انسان، گرچه پیامبر یا امام باشد، یا روزه گرفتن به نام پیامبر، امام، ولی و غیره، یا ذبح گوسفند به نام و به خاطر آنها. تمام این نوع عملها شرک، یعنی شرک در عبادت می باشد. بیان بدعت ها را شنوید. می پرسند پس از کفر و شرک بزرگترین گناه چیست؟ پس از کفر و شرک گناه بزرگترین بدعت است که بدعت به شرک می برد و شرک به کفر و کفر به جهنم. دین اسلام و آموزش قرآن راه درست زندگی انسان است. طرز سالمی و پاک دامنی همگان، آرامی و آسایشتگی و بردباری ها نصیبتان باشد. از علم کامل و معنای غنی برخوردار باشد. تا واخوری دیگر.